Это Владимир Путин. Заглянул в календарь и выяснил, что сегодня праздник Курбан-Байрам. Как президент я точно знаю, что это великое событие для огромной части моего народа. Поэтому решил лично поздравить с ним именно вас. Пусть этот день укрепит вашу веру и силу духа. От души желаю вам, чтобы вы и ваша семья ни в чем не нуждались, жили светло, счастливо и в полном достатке. Пусть верность древним традициям приносит вам духовное удовлетворение. С праздником! عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است. عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است. دوستان را تبریک نمودن سنتی پیغمبر است. مبارک مبارک ای برادر عید قربان. خدا رزق تو را سازد فراوان. بر پیکر عالم وجود جان آمد. صد شکر خدا که امتحان به پایان آمد. از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد. برایتان خوشی‌های روزگار، دسترخوانی پر از ناز و نعمت و فیض و برکت را تمنا دارم. مبارک ای برادر عید قربان. خدا رزق تو را سازد فراوان. همه روز و حیاتت عید باشد. همیشه شاد باشی بین یاران. در این روز فرخنده از درگاه خداوند متعال برایتان خانه آبادی، سربلندی، خوشحالی زندگی را تمنا دارم که این عید سعید به خاندان هر یکی شمایان فیض و برکت، بخت و اقبال بلند را ارزانی دارد. صد مهر و وفا میان یاران باشد. صد مهر و وفا میان یاران باشد. دوستان مرا خدا نگهبان باشد. عید سعید به هر یک شمایان مبارک باشد عزیزان. من قصه را خیلی مختصر برای شما حکایه میکنم. با تقدیر الهی این هاجر و این اسماعیل که این پیش از بنیاد خانه کعبه بود، تا حال خانه کعبه ساختگی نبود، آمد میگوید در مکه مکرمه، در این جایی که خانه کعبه بنیاد شده است، اینجا هاجر و اسماعیل باقی ماند. در یک بیابانی که نه آب بود و نه خوراکه بود و نه زیست زندگی بود. بار میگه حضرت ابراهیم برای خبر گرفتن هاجر زن خود و فرزندش اسماعیل به مکه مکرمه آمد. شب خواب کرد. در خوابش پروردگار امرش کرد ابراهیم از جایت خیز و این یگانه فرزندی که در پهلوی تو خواب است اسماعیل، این قربان کن در راه ما. حضرت میگوید از جای خود خیست. خیلی یک آدمی دهشت زده بیدار شد. معرخا هر خیل روایت ها میکنن که خیست یک چند اشتر قربانی کرد. و شاید این خواب من خواب رحمانی نباشد. باز شب خواب کرد. شب دویم باز امر شد ابراهیم از جایت خیز و اسماعیل را در راه خدا قربانی کن.
روز دوم میگوید یک چند اشترهای فربه دیگر را باز قربانی کرد. شب سوم وقتی امر شد ما به شما امر میکنیم اسماعیل در راه خدا قربانی کن، حضرت ابراهیم دانست که این خواب رحمانی است. از جای خود خیست و به سوی هاجر گفت، به سوی اهل خود هاجر بفرمود سر و گیسوی اسماعیل بشو زود، بزن شانه دو زلف عنبرینش، بشو نیکو دروی نازنینش، شدی فارغ ز جعدی باف و گیسو، بپوشانش لباسی رنگ و نیکو، به نزد دوست خواهم برد او را. حضرت گفتند بده غسل کند تازه وضو را، به نزد دوست خواهم برد او را. هاجر این امر کرد. هاجر گفت الحال گفت این فرزند من اسماعیل قدیما یک جا مهمانی می روم، یک جا دعوت من کردن، باید که مهمانی رویم. از این خاطر گفت گیسوهای ایشان بشو، آبازی در آن، طهارت کند، شانه کن، لباسهای بهترینی او را بپوشان. هاجر میگوید از پی این کارها شد و میگوید به سوی هاجر گفت یک بند و یک کارد دیگر هم در همون سونکه من جایگیر کن. حضرت هاجر گفت هرگاه گفت تو کجای مهمانی میرفتی، کارد نداشتی، بند نداشتی، امروز بهر چیست؟ هاجر گفت شاید که گفت قربانی کنیم، اگر قربانی بند نباشد، کار نباشد، کار برای من مشکل می شود. مورخان میگن هاجر درک یافت، در حال میگوید اسماعیل فریاد زد، آن امرهایی که از جانب پدر شده بود آنها را انجام داد، شست تازه کرد. میگن تخمین 9 ساله بود، بعضی مورخان 13 هم میگویند. وقتی میگوید مادرش اسماعیل شست، غسل داد، طهارت کرد، او را میگه در کنار خودش کشید و هم بوسه کرد، از گیسوهاش بوی کشید. گفت اسماعیل گفت من نمیدانم که تو بر کدام مهمان خانه می روی، لیکن اینقدر میفهمم که از بدن تو، از گیسوهای تو بوی فراق می آید، بوی جدایی می آید. خلاص میگوید حضرت ابراهیم دست اسماعیل گرفت و سوی مینا حرکت کردند، جایی که حاجی‌ها قربانی میکنند. این حالت میگوید شیطان بیقرار شد. زمانی هست گفت باید که در خانه ابراهیم پریشانی را پیدا کنند، باید در خانه ابراهیم دوددیلگی را پیدا کنند. گفت از هاجر سر بکنند، زیرا که زن خیلی ضعیف ایمان می شود و مادر همه وقت مایل به سوی فرزند دارد. برای وسواس کردن هاجر برای من خیلی آسان است. وای ندانست که هاجرم آدمی مسلمان بودن، اونا هم خدا ترس بودن. آمد نزد هاجر، گو هاجر خودش را میگه شیطان با یک پیرزن تبدیل داد. شیطان در حدیث های پیغمبر میگذرد و هر صورت خودش تبدیل داده میتواند، موی سفید میکند، جوان میکند، کمپیر میسازد، مگر حبیبی خدا گفتند در صورت من خودش را در آورده نمیتواند. آمد گفت هاجر میدانی که این نونهال باغی تر کجا برد ابراهیم؟ گفت میدانم. گفت خانه دوستش برد. کجایی؟ گفت دعوت داشتن. گفت نه. گفت او را گفت قربانگاه برد، او را قربانی میکند. وی را مهمانی نبرد،
او را برای سر بریدن برد. هاجر گفتن نگفتن. ابراهیم به اسماعیل طاقت ندارد گفت. ابراهیم اسماعیل دوست می دارد. چگونه پدر فرزندی خودش را قتل می کند؟ گویا هاجر گفت خداوند به ابراهیم در خوابش امر کرد که این اسماعیل قربانی کن. حضرت هاجر چی گفتند؟ وقتی میگد نام خدا را شنید که خداوند امر کرده است، در حال میگوید در وجودش یک لرزه پیدا شد. گفت قسم به عظمتی آن پروردگاری که هاجر آفرید، 100 جان هاجر و 100 جان اسماعیل فدای پروردگارم باد. اگر خداوند امر کرده باشد گفت هاجرم تیار است، فرزندی و اسماعیلم در راه پروردگار قربانی می شود. چگونه یک مادرهای خدا ترسی بودند. امروز بعضی خواهرای ما و شما سطر میکنند، مادرهاشون صد رام می شود. بعضی جوانهای ما نمازخوان می شوند، پدرهاشون صد رام می شود. و این گونه مادر نبودن، این گونه پدر نبودن. مادرها امروز راضی هستند که دخترهاشون زنا کنند، راضی هستند که از خانه بی سطر بیرون شوند، راضی هستند در هر یک توی رقص و بازی کنند، لیکن دخترشون سطر نداشته باشد، دخترشون نمازخوان نباشد. و 100 جان هاجر و اسماعیل فدای پروردگارم باد، اگر با شرطی که خدا امر کرده باشد. دید ابلیس دید که هاجر مفتونی او نمی شود، از اون ناامید شد، نزد ابراهیم آمد. ابراهیم گفت خودش را میگد به صورت یک پیرمرد در آورد. همین چهره زیبای اسماعیل گفت به خان و به خاک و خون آغشته میکنی. این مثل چراغ روشن است گفت خاموشش میکنی. این مثل یک نونهال از پشمردش میکنی. میگد ابراهیم دانست که این شیطان است، در حال شناخت. گفته شیطان گفت مرا وسواس نکن، وسواسی تو در پیغمبرها تأثیر نمی بخشد. و ابراهیم گفت این خوابی که تو دیدی خواب شیطانی است. نخواد که خدای تو گو امر کند پدر به کشتن فرزند داشت، نخواد که خدای تو امر کند برای ریختن خون ناحق. این خواب تو خواب شیطانی است. گفت ای شیطان گفت وقتی مرا در آتش می پرتاف نمرود، که اون زمان یک لحظه یا لحظه دیگر گو من در آتش می افتیدم، این زمانی که از ملائکه های مقرب درگاه الهی جبرائیل پایان شد و مرا گفت حاجت بر من داری، خدمت بالای من داری. من گفتم ای جبرائیل من خدمت دارم لکن به تو ندارم، به آن ذاتی که این آزمایش برای من آماده کرده است، به آن ذاتی که این آتش برای من افروخته است، من فقط خدمت از همون پروردگار دارم. شیطان گفت سخن جبرائیل در او حالت در من تأثیر نکرد، در این حالت سخن تو در من تأثیر میکنه. قسم گفت بر پروردگار ابراهیم اگر از مشرق تا به مغرب فرزندهای اگر حضرت ابراهیم باشد و خدای من امر کند که اینها را یکایک قربانی کن، قسم به عظمتیش گو همشه قربانی میکنم تا که پروردگاری من از من راضی شود. و حضرت میگوید تیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را در کمان لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم انداخت و به سوی شیطان حواله کرد. شیطان از این هم ناامید شد، آمد نزد اسماعیل که اگرچه خردسال بود و با بازی ها مشغول بود. اسماعیل گفت میدانی این بابا تو را کجا میبرد؟ او کجا میبرد؟ نمیدانی؟ گو میدانم خانه دوستش میبرد. گو نه. گفت تو را مینا میبرد، قربانگاه میبرد، تو را قربانی میکند.
او چگونه پدر گفت فرزندش را قربانی میکرده باشد. گریز گفت، از نزد این پدرت گریز گفت، الحال وی بند دارد، کار دارد، برای تو گرفته است. اسماعیل چی جواب گفت؟ بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، کی فرموده است بابا را بکشتن؟ کی امر کرد این ابراهیم بابای مرا، پدری مرا؟ کی امر کرد که اسماعیل قربانی کن؟ پدر کی راضی باشد بر شمال وزد در باغ او در نونحال؟ کدام پدر راضی می شود که شمال در نونحال او وزد؟ کن یحموک الپدر. کی فرموده است بابا را در بیابان برای کردن فرزند قربان؟ کی فرمان داد؟ بگفت ابلیس که شد فرمان معبود، بکن قربان ولد، بکن قربان ولد از برای ما زود. ابلیس گفت معبود گفت، پروردگار امر کرد. بگفت اسماعیل اندر راه سبحان، چی کلمات گفت؟ بگفت اسماعیل اندر راه سبحان، دهن 100 جان نمی ترسم ز یک جان. اگر با شرطی که امر پروردگار باشد، به عظمت پروردگار قسم که من از 100 جان داشته باشم نمی ترسم، من در راه پروردگارم قربانی میکنم. چه جوابهای عجیبی، چه از طرف ابراهیم، چه از طرف اسماعیل، چه از طرف هاجر، چه جوابهای به شیطان آمد که شیطان تماما ناامید شد. افسوس که این گونه جوابها امروز به شیطان از جانب ما و شما نمی شود. زنها چه خدمتها، زنهای دوره پیغمبری خدا چه خدمتها کردند. در قصه ها می آید که چگونه محبتی بر محمد داشتند صلی الله علیه و سلم. وقتی در جنگ احد که خیلی جنگ مشکل ترین برای رسول اکرم بود، که 70 صحابه پیغمبر در این جنگ شهید شد، از آن جمله حضرت امیر حمزه سردار شهدا، دشمنان اسلام اعلان کردند در میدان جنگ، اعلان دروغ کردند محمد کشته شد. آمدن در مدینه برای روحیه مسلمان ها شکستند، محمد کشته شد. تمام زنهای مدینه بر آن نقطه جنگ میگه دویده رفتند. وقتی در راه میگه یک جوان یک دختر دید، گفت حال محمد چگونه است؟ این جوان میگه این دختر را شناخت، و خواهر عزیز گفت در این جنگ گفت پدری تو کشته شد. این دختر گفت من از تو از محمد میپرسم، محمد چگونه است؟ خواهر عزیز گفت برادر رو در این جنگ کشته شد. میگوید کمی این زن میگوید یک غم، یک مصیبت فرا گرفت. گفت من از تو از همبستگانم نمیپرسم، من از نزدیکانم از تو نمیپرسم، من از تو میپرسم محمد حالش چگونه است؟ گفت ای خواهر عزیز شوهرتم کشته شد. این زن میگوید وقتی که شنید پدر مرد، قربانی شد در این جنگ، برادر قربانی شد، شوهر قربانی شد، در این 3 حالت میگوید روح افتاده نشد. گفت حال محمد چگونه هست؟ گفتن حبیب خدا سلامت است. گفت الحمدلله که این قربانی هایی که از اولاد ما شد از گفت بیهوده نرفتن. چگونه یک جواب های خوبه از زنها و از مسلمان های اون زمان شنیده میشد.